چرا زنا دنبال مردای متأهلن؟ چرا مردای متأهل برای خانم‌ها جذاب‌ترن؟ چرا با اینکه این همه مرد مجرد وجود داره، خانم‌ها بیشتر میرن سراغ مردای متأهل؟ اگه میخوای جواب همه این چراها رو بدونی این ویدیو رو تا آخر ببین. سلام، من فرشاد اسماعیلی هستم، روانشناس. سلام، منم آتیم. بریم سراغ دلیل اول. چالش و ماجراجویی دلیل اوله. بعضی زنا به خاطر چالش و هیجانی که رابطه با مرد متأهل داره دست به این کار میزنن، چون این کار یه تابو و قانون شکنی از نظر اخلاقیه و یه جذابیت ممنوعه براشون تو جامعه حساب میشه که هیجان انگیزه. علت بعدیش رقابت و پیروزیه. بعضی از خانم‌ها حس رقابت رو دوست دارن، این که با زنای دیگه رقابت کنن، این که با همسر یه فرد رقابت کنن، سر این که به خودشون ثابت کنن که مثلا این مرد به من توجه کرده، مرد اون زن به من توجه کرده. این براشون جالبه، این ارضاشون میکنه. دوست دارن که به دیگران، به دوستاشون ثابت کنن که من تونستم توجه اون مرد و اون مرد که مثلا متأهل بود و به خودم جلب کنم. بعضی به این دلیلی که این کارو میکنن. دلیل سوم رابطه بدون تعهده. بعضی زنا دوست ندارن تعهد و مسئولیت سنگین توی رابطه داشته باشن. برای همین به خودشون میگن رابطه با یه مرد متأهل میتونه برامون بی دردسر و بی دغدغه تر باشه و آزادی بیشتری دارن، چون یه مرد متأهل نمیتونه انتظار یه رابطه طولانی و عمیقی رو از یه زن داشته باشه. بعد تقویت اعتماد به نفسه. بعضی زنا از اینکه یه مرد بهشون توجه کنه اعتماد به نفس بهشون دست میده و حس میکنن که جذابیت بالایی دارن که تونستن توجه یه مردی که الان توی رابطه هست و پارتنر داره رو به خودشون جلب کنن و این بهشون حس قدرت و حس اعتماد به نفس میده. و دلیل دیگهش حس انتخاب شدنه. این زنا لذت میبرن از اینکه یه مرد اونا رو به عنوان یه زن جذاب و زیبا انتخاب کرده، حس خوبی بهشون دست میده و این کار هویت و ارزش شخصیشون رو تقویت میکنه. دلیل بعدی مسائل روانی و عاطفیه. مثلا زنایی که با پدرای با محبت و عاطفی بزرگ شدن و همیشه ازشون حمایت شده، مثلا اون پدر همه نقشایی که یه مادر داره، یه خواهر داره، همسر داره، همه رو براش ایفا کرده. این فرد ممکنه که تو بزرگسالی عاشق یه مردی شبیه به پدرش بشه، یه مرد حمایتگر. و یه مرد متأهل و با تجربه بیشتر میتونه از نظرش جای پدرش رو براش پر کنه تا یه جوون مجرد و کم تجربه. اگه تا اینجا ویدیو اومدی لطفاً همین الان ویدیو رو لایک کن تا بریم برای دلیل بعدی. علت بعدی نیاز به توجه و محبته. بعضی زنا به خاطر شکستایی که تو رابطه گذشتهشون داشتن، حالا این رابطه گذشته فقط صرفاً با پارتنر و همسر نمیشه، ممکنه تو رابطه با پدر باشه، تو رابطه با خانواده باشه، تو رابطه با برادر باشه و حالا تو جلوتر با همسر و مثلا دوست پسر و چیزای دیگه. به خاطر شکستایی که تو روابطشون داشتن جذب مردای متأهل میشن. چرا؟ مخصوصا مردایی که میبینن رابطهشون با خانومشون خوبه، رابطه بهتری با خانومشون دارن، حس میکنن که اینجوری میتونن اون خلأ عاطفی رو پر کنن. میگن اگر من با این مرد وارد رابطه شم، این مردی که الان پارتنر داره، با پارتنرش مثلا با همسرش رابطهش خوبه، تجربه بیشتری داره، میتونه به من محبت کنه، میتونه این خلأ محبت منو، این کمبود توجه منو پر کنه. پس یه دلیل دیگه ای که این خانوما جذب مردای متأهل میشن پر کردن کمبود توجه و محبته. دلیل بعدی جاذبه مردان مسن‌تر و بالغ‌تره. بعضی زنا دنبال مردای پخته‌تر و بالغ‌تر و با تجربه ترن و چون مردای متأهل تجربه بیشتری دارن از نظر این زنا جذابتر به نظر میرسن. بعدی نقش پدران است. بعضی از خانم‌ها تو رابطه دنبال پدر میگردن، دنبال مردی هستن که بتونه نقش پدرشون رو براشون ایفا کنه و حمایتگر باشه. برای همین بیشتر جذب مردای سن بالاتر میشن و مرد هر چقدر سنش بالاتر باشه احتمال اینکه متأهل باشه بیشتره و این حس بهتری بهشون میده. ببین مردی که سنش بالاتره و متأهله، چون از نظر اینا مثلا میتونه حمایتگر باشه، با تجربه باشه، حس بهتری بهشون دست میده. پس یه علت دیگه ای که این خانم ها با مردای متأهل وارد رابطه میشن اینه که دنبال پدرشون توی رابطه میگردن. بعدی تاثیر رسانه هاست. الان متاسفانه توی رسانه ها، تو خیلی از فیلم ها، رابطه زنا با مردای متأهل و خیلی جذاب و هیجان انگیز به تصویر میکشن و این موضوع باعث میشه که تو ناخودآگاه آدما این موارد عادی سازی بشه. آخری تغییر تو نقشه جنسیتیه.
قبلا نقشا مشخص بود، برادر داشتیم، خواهر داشتیم، زن داشتیم، شوهر داشتیم، نقشا سنتی و شسته رفته تر بود. الان شما میبینید مردا دوستای اجتماعی دارن، نمیدونم میگن اینا با هم پارتنرن، اینا کاپلن، این دوست معمولیمه، این دوست اینجوریمه، این دوست اونجوریمه. الان چون نقشا متعدد شده، این باعث شده که دیگه عادی شه برای مردم. این که مثلا یه نفر دوست مرد داشته باشه یا یه آقا دوست خانم داشته باشه، چون عادی شده به عنوان دوست اجتماعی، پس برای همین اگر یه خانم یه رابطه دیگه داشته باشه، رابطه بیش از حدی هم با یه مرد داشته باشه، عادی تر شده. قبلا اینجوری نبود. الان چون اون قبه شکسته و رابطه به عنوان دوست اجتماعی عادی تر شده، رابطه یه خانم با یه مرد خارج از